بیکاری زیاد شده، نسبت به سابق بسیار زیاد بیکاری زیاد شده. فقط ماه 2 روز و 5 روز کار پیدا میشه. یک ماه 5 روز و 2 روز و 3 روز بسیاری هم بیکاری واژه است که در سالهای اخیر ورد زبانهای اکثر جوانهای شهر کابل شده است. اما این تنها جوانان نیستند که از بیکاری رنج میبرند، بلکه زنان، مردان، موسفیدان و حتی اطفال در شهر کابل به این مرض مهلک مواجه‌اند. و اما هستند کسانی که تابعیت افغانی ندارند و از کشورهای همسایه به افغانستان جهت کاریابی سر زدند و اکنون پیشه‌ای را که به اصطلاح لقمه دارد اختیار کردند. محمد سفیان، شاهد و ماجد سیتن از مهاجرین پاکستانی هستند که از 4 سال بدین سو در کابل شغل سلمانی را پیش میبرند. آنها در این مدت تکلم زبانهای ملی افغانستان را نیز به خوبی آموخته اند. محمد سفیان میگوید که کار در افغانستان برایش بهتر از رفتن به اروپا یا امریکا است. گپ است که افغانستان زیادتر مردم حال جوان و بچه میرن ایران میرن یا خارج میرن ایسو میرن به خاطر کار. اینجا کار میکنن چرا که ما اونجا پاکستان اینجا آمدیم به خاطر کار. اگر اینجا کار است از اون خاطر ما اینجا آمدیم، اگر کار نیست چرا ما اینجا 4 سال دیر کردیم. وی میگوید که هیچ کار کوچک نیست و میتوان از کمترین مزد آغاز کرده پیشرفت نمود. این در حال است که در این اواخر میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته و تعداد زیاد افغانها از بیکاری رنج میبرند. اما هستند جوانانی که مانند سفیان به یک شغل خود را مصروف ساخته و مزدنان برای خود و خانواده خود به دست میآورند. الیاس صالح، رادیو آزادی.